و شما را نصیحت میکنم که در این کار در میگد راه بد برو که بد افتی، چاه در راه مکن که خود افتی. همه وقت چاکن زیر چاه. آخی دنیا در دست تو ریکت نیست، آخی در دست تو ظالم نیست. چراغی ظلم ظالم تا آدم محشر نمیسوزد، اگر سوزد شب سوزد، شب دیگر نمیسوزد. با خدا بالای زور زور دارد، بالای زور زور دارد. امروز تو این تکلی خدا چنان عذابت بده، چنان در دست کسی گرفتار میکنه که داد میگوی و ویلا میگوی دیگه خلاص میشه. شما فراموش نکن این خدر هر بیشه گمان مبر که خالی است. شاید که پلنگ خفته باشد. این دنیا را خالی نمیداره، این دنیا خدا داره، این دنیا خدا داره. خدا میگه من ظلم حرام کردم ولی مظلوم دوست میدارم. همین دعای آدمی بیچاره ناتوانی بی کسی غریبه که در دست بعضی از فاشیست‌های گویا هم تا فاشیست گویا غلط نمیکنیم که زیر اما اگر قرار گرفته باشه هم تا دستش دراز کنه و سوی خدا زاره کنه، خدا میگه بین همین مظلوم و بین من پرده نیست، دعاش قبول میکنی. خداوند عزتتون دنیا و آخرت بلند کنه، مرادتون خدا برات کرد. خداوند همیشه شما را سربلند نگه دارد. خداوند ملک ما را آباد کنه. خدا همه شما را صحت و سلامت به خاندانتان رساند. آمین یا رب العالمین. سلام علیکم و رحمت الله.